از برنامه عقبیم یا از برنامه جلوییم به انگلیسی. جلوتر از یه چیزی میشه ahead of. ahead بچه و داره و of هست، off نیست. ahead of. و عقبتر از میشه behind in یا behind on. دو تا حرف اضافه میتونه درست باشه. بریم یادش بگیریم. حرف اضافه رو دقت کنید. ahead of, behind in یا behind on. برنامه هم میشه schedule یا schedule. دوتاش درسته، دوتا تلفظ درسته. حالا این کلماتی که اینجا یاد گرفتیم رو بذاریمش توی این جمله. از برنامه عقبیم. We are behind in the schedule. We are behind in the schedule. از برنامه جلوییم. We are ahead of the schedule. حالا بریم توی جمله طولانی تر بررسیش کنیم. من از درس هام عقب بودم و کل آخر هفته رو موندم خونه تا درس بخونم. من از درس هام عقب بودم. دیگه نمیخوام بگیم من برنامه جای دیگه هم میتونیم استفادهش کنیم. I was behind in. گفتیم برای behind هم از in میتونیم استفاده کنیم هم از on. I was behind in my studies and stayed home all weekends to study. Stayed home all weekends to study. برای درس خوندن هدف رو با تو آوردیم. بچه اینو میتونیم بگین I was behind on my studies. دوتاش درسته، دوتا حرف اضافه درسته. حالا من تونستم چندین روز جلوتر از موعد مقرر تموم کنم. موعد مقرر. حالا دیگه باز اینو عوضش کردیم. I could finish could زمان گرفت دیگه finish گذشته نمیشه. Several days ahead of the deadline. Ahead of the deadline. Deadline موعد مقرر. I could finish several days. چندین روز ahead of. حرف اضافه ahead of هست. Ahead of the deadline. مثاله دیگر براتون توی کپشن نوشتم.